سجده سهو آیا حکمش چی است؟ واجب است یا سنت است؟ سه قول است. قول یکم سجده سهو خواه انسان زیاد کند در نمازش خواه کم کند واجب است، یعنی حتمی است که در آخر نماز سجده کند، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله فلیسجد سجدتین گفتند، دو سجده کند و این امر است و امر پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت به حتمیت میکند. و این قول امام ابو حنیفه و مذهب حنفی و این مذهب حنابلة حنبلی ها گفتند که سجده سهو واجب است وقتی که بنده در نمازش زیاد میکنه یا کم میکنه. قول دیوم مذهب شافعی هست، گفتن سنت است، یعنی رفت و اگر سجده سهو نکندم نمازش درست است گفتن. و قول سیوم مذهب امام مالک است. تفصیل امام مالک رحمت الله علیه سجده سهو را واجب میدانستند در نقص، کسی در نمازش کوتاهی کند، مثلا در نماز عصر در رکعت دوم به اتحیات ننشست، اتحیات نخواند، ننشست، یکی بار به رکعت سوم خست، نماز را کوتاه کرد، نقص وارد شد، کمبودی وارد شد به نمازش، در این حالت واجب است. لیکن اگر در رکعت یکم اتحیات خواند، اینجا زیادتی کرد، در این حالت سجده سهو کردن سنت است گفتم. و قول صحیح قول یکم، یعنی قول حنفی ها و حنبلی ها هست که سجده سهو واجب است.